روز بخیر بیننده عزیز، سرخط خبرهاست از رادیوی آزادی. در برنامه از حکم 7 سال زندان ذوقی‌بک سعید امینی، بسته شدن یک بازار در ترسونزاده و سرگردانی تاجران، ضربه‌های خرابی‌آور روسیه در اوکراین و مجازات بیش از 300 پدر و مادر در بدخشان خبر می‌دهیم. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روزنامه‌نگار 38 ساله ذوقی‌بک سعید امینی را به 7 سال زندان محکوم کرد. خودش در سخن آخرین در مرافعه گفته است گناهی ندارد. ظاهرشاه دولتیارов وکیل مدافع خبرنگار روز 4 نوامبر به رادیوی آزادی گفت حکم ذوقی‌بک سعید امینی روز 3 نوامبر در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه اعلان شد. این روزنامه‌نگار تاجیک به همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 متهم شده است. خودش بارها گفته است به هیچ سازمان و گروه وابسته نیست. به قول پیوندانش سعید امینی روز 3 نوامبر گفته است بیگناه است و به زینه‌های بالایی و پرزیدنت شکایت میبرد. ذوقی‌بک سعید امینی روز 8 ایول امسال در شهر وحده دستگیر شد. خبرنگار پیشین تلویزیون تاجیکستان با صحبت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته از زمره آنها دانسته میشد که تلاش دارند حقیقت گفته شود. فعالیت بازار مال و کالای شهر ترسونزاده که در گذشته از محیدین کبیری رهبری حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بود بسته شده است. چند صاحبکار روز 3 نوامبر به رادیوی آزادی گفتند که بازار را بدون آگاهی پیشکی بستند و برخی از تاجران با مالشان در بیرون مانده و سرسان و سرگردان شدند. به تاجران گفتند باید به بازار نو بنیاد بکوچند. دادگاه شهر ترسونزاده سال 2014 اعلان کرد که این بازار غیر قانونی ساخته شده است و آن را به مال دولت تبدیل داد. رهبری بازار را که چند سال اخیر ورزمال نام داشت محمد بودکوف مربی بخش جوانان ورزش و سیاحی حکومت ترسونزاده به ذمه داشت. تلاش ما برای صحبت با او به نتیجه انجام یافت. این بازار قبلا سخاوت نام داشت و از جمله مالکیت کبیری بود که سال پیش از تروریستی اعلان شدن حزب نهضت مصادره شد. محمد سلطان روزنامه‌نگار و مأمور پیشین امنیت را که ماه سپتامبر به 7 سال زندان محکوم شد از بازداشتگاه به محبس بردند. پیوندانش از آن نگران بودند که او در بازداشتگاه دوشنبه در وضعیت خوبی نیست. مقامات نگفتند که چرا پس از اعلان حکم او را زود به زندان انتقال ندادند. حقوقدان جمشید یاروف میگوید بر اساس قانون‌های تاجیکستان بعد از 14 روز اعلان حکم باید محکوم شده را از بازداشتگاه به محبس برند. او باور دارد تقریباً 2 ماه در بازداشتگاه ماندن محمد سلطان غیر قانونی است. محمد سلطان 72 ساله مأمور پیشین امنیت در گذشته در نشریه کمسمال تاجیکستان کار کرده است. سالهای اخیر در صفحه‌اش در فیسبوک فعالیت مقامات تاجیکستان از جمله کمیته دولتی امنیت ملی و رهبران آن را تنقید میکرد. دادگاه او را با گناه دعوت به افراطگرایی توسط اینترنت و تحقیر حاکمیت دولتی در شبکه‌های اجتماعی گناهکار دانست. نزدیکانش گفتند با حکم راضی نیستند ولی بازبینیش را هم نخواستند. مقامات اوکراین روز 4 نوامبر گفتند روسیه با استفاده به پهپادهای ویرانگر انشاءات غیر نظامی زیادتری را در این کشور ضربه زده خرابی زیادی به وجود آورده است. با سبب آسیب دیدن شبکه‌های نیروی برق میلیون‌ها نفر بی برق ماندند و رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی روسیه را به تروریسم انرژی متهم کرد. والنتین ریزنیچنکو رئیس ولایت دنیپروپتروفسک گفت ارتش اوکراین 8 پهپاد ساخت ایران را در ناحیه نیکاپول نابود کردند. به قول او نیروهای روسیه همچنین 4 محله را در همین ناحیه با توپخانه و موشک‌های گرد ضربه زدند و 1 لوله گاز، خط برق و خانه‌های استقامتی را ویران کردند. ولادیمیر زلنسکی در مراجعه ویدیویی خود در شب 3 نوامبر گفت که بیشتر از 10% اهالی اوکراین و یا 4.5 میلیون نفر بر اثر حمله‌های روسیه بدون نیروی برق ماندند. به قول او این واقعیت که روسیه به تروریسم انرژی رو آورده است، ضعیفی دشمن ما را نشان می‌دهند.
در ولایت بدخشان در دوام 9 ماه بیش از 300 پدر و مادر را برای قانونشکنی فرزندان نابالغشان زیاده از 30,000 سومانی جریمه بستند. این موضوع روز 2 نوامبر در جلسه حکومت ولایت بحث شده است. در جلسه نمایندگان ساختارهای حفظ حقوق، تعلیم و تربیت، رعایت قانون و پیشگیری جنایت در بین نابالغان را بررسی کردند. شبگردی کودکان، استفاده تلفن موبیلی در درس‌ها از جمله چنین قانونشکنی‌ها حساب شده است. بر اساس قانون درباره مسئولیت پدر و مادر که سال 2011 قبول شد، والدین را برای رفتار فرزندان جریمه می‌کنند. تنها در سال 2020 به گفته مقامات برای بی‌توجهی به تربیت فرزندان 13,000 پرونده باز شده است. زمان قبول قانون، حامیان حقوق قانون مذکور را مخالف به قانون اساسی و دخالت به آزادی بنیادی انسان خواندند. بر اساس این قانون والدان را می‌توانند از جمله برای بی‌نظارت گذاشتن فرزند، مسجد رفتن فرزندان نابالغ یا حتی برای با تلفن موبیل یا پلنشت به درس فرستادن فرزندان جزا و یا تنبیه دهند. و حالا توجه کنید به قرب اسعار. بانک ملی تاجیکستان برای امروز 4 نوامبر قرب 1000 روبل روسی را 162 سومانی، $1 آمریکایی را 10 سومانی و 21 درم و 1 یورو را 9 سومانی و 96 درم مقرر کرده است. در بانک‌های تجارتی قرب پول خارجی میتواند دیگر باشد. این سرخط خبرها بود. 4 ساعت بعد با خبرهای تازه و گزارش‌های دیگر در برنامه اخباری آزادی به صحبت شما برمیگردیم. روزی خوب داشته باشید.